الرحیم. خداوند سبحان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلام را وقتی به پیامبری برانگیخت که دنیا به مرحله پایانی رسیده بود، نشانه های آخرت نزدیک و مردم در گمراهی. در این هنگام خداوند حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلام را پیام رساند و برای مسلمان ها سربلندی قرار داد. سپس خداوند کتاب مقدس قرآن را برای ما نازل فرمود، کتاب نجات را. قرآن نور است که خاموشی ندارد، چراغ است که درخشندگی آن آخر ندارد، دریایی است که عمق آن درک نشود و راهی است که رونده آن هرگز گمراه نگردد، جدا کننده حق و باطل است که درخشش دلیلش هرگز خاموش نگردد. قرآن بنایی است که ستونهایش هیچگاه ویران نشود، شفا دهنده است که بیماری های وحشتناکی را دوا میبخشد. عزیزان، بر سر بیماران قرآن بخوانید. کتاب قرآن قدرت است که یاورانش شکست ندارند و حق است که یاری کنندگانش مغلوب نشوند. قرآن معدن ایمان است، دریای علم و دانش است، سرچشمه عدالت و نهر جاری عدل است. دریایی است که تشنگان آن آبش را کاملا نتوانند کشید و چشمه است که آبش کمی ندارد. محترم جماعت، خانه است که مسافران راه آن را فراموش نخواهند کرد. خداوند قرآن را فرونشاننده تشنگی علم دانشمندان و باران بهار برای قلب فقیهان و راه گسترده و وسیع برای صالحان قرار داده است. عرب ها پیش از نزول کتاب قرآن، شما میدانید که دخترهایشان را زنده به زنده میگراندند. برادر، این بی خدا و بی دین ها را بینه. انسان فرزند خودش را زنده میگراند مگر؟ خداوند با فرستادن این کتاب مقدس همه رسم و آیین ناپاک زمان جاهلیت را از بین برد. قرآن این قانون خدا در روی زمین است، پس با آن عمل کنید. مرحمت است، رحمت است برای کسانی که از آن پند میگیرند. نماز را بر عهده گیرید و آن را نگهداری کنید. بسیار نماز خوانید و با نماز خود را به خدا نزدیک سازید. نماز دستوری است که در وقتهای خاص بر مؤمنان واجب شده است و کوشش کنید که آن را ترک نسازید و همیشه برپا دارید. آیا به جواب دوزخیان گوش نمیدهید؟ آن هنگام که از آنها پرسیدند چه چیز شما را به دوزخ کشاند، آنها گفتند افسوس که ما از جمله نمازگزاران نبودیم. همان نماز گناهان را به مانند برگ‌های تیرمو می‌ریزاند و بند و زنجیر گناهان را از گردن‌ها می‌کشاید. محترم جماعت، تماشای بازی فوتبال و فیلم‌ها و سامانه‌های اینترنتی ساعت‌های دراز دوام می‌کند، اما نماز بیش از 10 دقیقه وقت را نمی‌گیرد. قرآن را نه تنها تلاوت کنید بلکه با آن عمل نمایید. خداوند ما را از جمله حافظان قرآن و نماز را برپا دارندگان قرار بدهد. محترم جماعت، انشاءالله. برادران عزیز، یک چیز را گفتنیم. دخترچه‌ای که نامش سومن است پدرش را کفت و کاب دارند. بیرون از مسجد فوتورابط پدرش را به شما تقسیم میکنند. صورتش را در استلبه‌هایی که کورس‌های آموزشی چسبانده شده است در بالای آنها چسبانید. خدا از همه شما راضی باشد انشاءالله. آمین.